وضعیت امتیازدهی دو تیم رو نشون میده که وضعیت تیم‌ها کاملا مطلوب‌تر از وضعیت تیم هند است در گیم اول تا به اینجا. کلاً تونستن 2 مدال برنز رو از مسابقات قهرمانی آسیا به دست بیارن، اما اصلا والیبال رو اونها معرفی کردن به آسیا، چون رشته بسکتبال و فوتبال، اما در حسین مدنی با بازیکنان تیمش صحبت میکنه. سعید معروف رو میبینیم. در امتیاز 15-12 برای تیم‌ها و همچنان علاقه‌مندان به والیبال تیم ملی والیبال کشورمون رو حمایت میکنه.